سلام بچه‌ها، خوش اومدین. امروز قراره چند تا از بهترین بازی ها رو بهتون نشون میدن. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره. برو بریم. خب اومدیم اینجا. خب وارد روبلاکستون میشین بچه‌ها و اینجا کلی بازی میاره براتون. بعد شما اگه میخوام من بهترین بازی ها رو بهتون نشون بدم، یکیش این بازی اولیه که من دارم میشرخونم. این بازی اولیش اون یکی از بهترین بازی‌های، اونو حتما بازی کنید. و کناریش این کناریش یه بازی زامبی در برابر گیاهان رو بازی کردین. ادیتور این بالا براتون میاره. اون بازی ولی این میمای ایتالیایی مثل توم سحور، اورکلا، تراللو تلالا، اینها رو براتون میاره. به جز زامبی شما پیدا میکنید، گیاه پول در میارین، گیاه چیز میکنید، گیاه روش میدین و زامبی ها رو میکشین. میما ایتالیا رو میکشین. خب و بازی کناریش بچه ها چیه؟ ستال آی برای نورت، همچی چیزی که اینو نصب و اینو چیز کنین. این توی چی بود جستجو توی روبلاکس بزنین، اینو براتون میاره. اینو حتما بچه ها بریزین چون این بهترین نسخشه که 86 لایک گرفته. این بهترین نسخشه. این 94 مثلا بچه ها خیلی آیتم های اوپی میاره. خیلی برای همین نمره دادم. آیتم اوپی بخوایم بیاری برین تو این، چون اون باشی قشنگ دورین تلاش کنین بدوزین اینا، ولی آیتم اوپی میاره توی مثلا 1-2 ساعت قشنگ میتونیم همه آدما رو داشته باشین. خب میرم از این. برو بریم بهشون بازی ها رو نشون بدم. این بازی ها بگم بچه از نظر من خیلی باحالن. از نظر بقیه که این اوله، این میگن اوله تو روبلاکس بازیش. حالا بریم بهتون نشون بدم. اینجا رو فعلا فعلا استوب بزنم بچه ها. ای بابا کجا رفت؟ واسا. خب بچه ها اینجا Magi Ribbitini. اینجا میبینیم بچه ها اینطوریه بازیش. مثلا شما پول جمع میکنین، این آدم ها رو مثلا میارین تو خونتون. مواظب باشین اینا ندوزنتون. میارین تو خونتون، از اینجا پول جمع میکنین و آدم ها بهتری میخرین و اونجا همطوری میرین توی این آپگرید میشین. آدم ها رو با کنی پولی که میخواد بعد به اون برسین تا براتون هم اینا بیشتر شه، هم درآمد پولتون. مثلا بهتون نشون بدم، این دستکشه رو بهتون نشون بدم. این میتونید اینقدر بپرید و اینقدر بدوید. شما باید اینو چیز کنید تا همه اینا رو بگیرید و یکی از بهترین پلیراش. بعدش این دستکشی که وقتی اول بخواد بیاد دزدی کنه یا چیزی میتونیم بزنیم. این هم از بازی بعدی برم بهتون نشون بدم. کجا بود حالا؟ کجا بود؟ بازی بعدی بهتون نشون بدم. فعلا اینجا رو استوب میکنم. چون بچه ها این چیز نره، این وقتمون خیلی زیاد میشه. اینم از این گیاهه که تو قسمت بعد شاید براتون بذارم. این والیبالم چیز خوبیه که اگه والیبال نیست باشه. و بچه ها این فوتباله که رونالدو داره برگردون میزنه. این والیباله اگه والیبالیست دوست داشته باشی والیبالی، این خیلی براتون خوبه. این رونالدو بچه ها سرما خوردم ببخشید. این رونالدو بچه ها که میخواد برگردون بزنه، بازیش فوتبالش خداست. اگه
فوتبالیست باشید. اون خداست. یه چیز دیگه هم هست، یه بازی خیلی بهتری هست که ضربه کاشته این ضربه کاشته که اسم این رو بزنید، این ضربه کاشته بزنید و اینقدر ضربه کاشته میزنید میبرین، تیمای جدید میگیرین و میتونید رونالدو یا کس دیگه بگیرید. الان من بهتون میگم. خب بچه مامانم کارم داشت. خب اینجا شما یه تیم برای خودتون انتخاب کنید، من همینطوری یه تیم انتخاب میکنم. خب اینم هستی شما مثلا این کاشته رو نگه هم داریم، مثلا شما گل میزنید، مثلا اسم بدون تو دیگه نشون بدم. شما مثلا اینجوری کاددار برمیدارید، دیگه گل اینا کاد برمیداره، توی آدمای جدید بخرید، تیم جدید بخرید، تیم بسازین برای خودتون هرچی دلتون بخواد و یه بهترین تیم رو برای خودتون بسازین. یه ضربه کاشته دیگه بزنم که دیگه خداحافظی کنم. ضربه کاشته بزنم. یکی دیگه اساسا برده کرده. میپرن شما بالاتر بگیرم. میکنم بچه ها بازی بعدی میبونه قسمت بعد. فعلا خداحافظ. خداحافظ.